روز بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 20 ایون است. من خیرمان بقازاده و همکارانم نشر امروزه برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی رو تقدیم شما میکنیم. حالا نگاه به موضوعهای این نشری برنامه. دادستانی کل تاجیکستان دو سرژانت نیروهای مرزبانی را برای تحقیر نوسربازان به جوابگری جنایی جلب کرد. قرب روبل روسی در تاجیکستان پست شد و درآمد مهاجران هم ضرر دید. من زندگیم در سوم همیروز در کارم اجداد کنم که روبل 140 شوه یک مجدد کنم و یک مچی خورم. همسر عبدالرازق قهاروف میگوید شوهرش قربان نزاع در مرز است و باید از حبس آزاد شود. اما از جناب اولو خوش میکنم که همی شوهر من به وقت مسئله شد حال کنون دیده برون و آزادی برونه. و حالا از خبر شروع میکنیم که ساعت پیش رسید به ضد دو سرژانت نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برای تحقیر 9 سرباز پرونده جنایی گشودند. دادستانی کل تاجیکستان روز 20 ایون در اعلامیه گفت سرژانت خردمهرالدین اسماعیلوف و همراه او دولتوف به نوشتن نام کانی بادام در سر سربازان و پهن کردن عکس آن متهمند. با آنها جریمه یا زندان تهدید میکند. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی عکس نشر و پهن شد که در سر 9 سرباز نام کانی بادام را نوشتند. به سر هر سرباز یک حرفی. دادستانی کل تاجیکستان میگوید این عکس حقیقی است و ماه ینور سال 2022 گرفته شده تنها ماه ایون امسال و پس از ختم خدمت سرژانت دولتوف رسانه شده است. در چند ماه آخر این مورد دومی به جوابگری کشیدن کهنه سربازان برای تحقیر نواسکران در قسم‌های حربی تاجیکستان است. قبلا یک گروه سربازان پیشین را برای لطوکوب هم خدمتانشان به زندان محکوم کرده بودند. قرب روبل روسی در دوام یک ماه اخیر رو به پستروی آورده است. در یک هفته اخیر 1000 روبل روسی از 132 سامانی تا 126 سامانی پست شد. چون این وضع پیش از همه مهاجران و نزدیکان آنها را در تاجیکستان نگران کرده است. چون مبلغ فرستاده مهاجران به روبل است و پست شدن قرب اسعار روسی مبلغ میگرفته آنها را با سامانی کم میکند. چرا این حالت پیش آمد و در پس منظر ادامه جنگ در اوکراین روبل روسی را چه سرنوشت انتظار است؟ مولا رجب یوسفی و امیر ایسویف گزارش میدهند. تغییرات در این تابلو روزهای اخیر طبع بسیاری ها را خیره می کند، به خصوص نزدیکان مهاجران را که برای گرفتن مبلغ فرستاده عزیزانشان به بانک می آیند. منصور جان شانظرف مهاجر بود و دو برادرش حالا در روسیه هستند. خبر پست شدن قرب روبل را با درد قبول می کند. مهاجران در همون شهرهای روسیه کار میکنند، معاشی که میگیرند روی میکنند، مده هیچی میشه، با همون قیمتی سر میشه و با همون ارد و روغن با نرخش میخیزه و با چقدر دیگه زندگی مشکل میشه، با مشکلات با همین قدر دیگه زیاد میشه. اگر همین قرب پل روسی کمتر بالاتر میرفت با همین نمیفرامد با زندگی یک چیز سبک میشید، از زندگی کمبغلا با پیش میرفت. بازی که قرب پل که همین قدر پایان روه همین قدر با زندگی ما مشکل میشه، با همین عذاب در گردن خلق کمبغل بیچاره. پایان روی قرب روبل از ماه ینور به این طرف ادامه دارد. اگر ماه ینور 1000 روبل به 148 سامانی برابر بود، حالا 126 سامانی است. نزدیکان مهاجران از پایان روی قرب روبل ناراحتند، اما میگویند چیزی از دست آنها نمی آید. من زندگیم در سوم همیروز در کارم اجداد کنم که روبل 140 شوه یک مجدد کنم و یک مچی خورم. من 10 سوم ژیلت نمیکنم، من 10 سوم میگم دوای من زندگیم باید پیش برم. مجبورت فرق ندارم. این یگان ریشه معمول نیست که یک مجدد کنی کورس خیزد. بهرام شریپوف بانکیر پیشین و کارمند انستیتوت اقتصادیات اکادمی علم‌ها موضوع قرب اسعار را همیشه پیگیری می‌کند. به نظر او این عامل‌ها باعث سقوط اسعار روسیه شده است. سببش تاثیر تحریم‌ها به اقتصادیات یکم تاثیر تحریم‌ها به اقتصاد روسیه که از طرف دولت‌های غرب قبول کرده شد. دوم این محدود کردن سودا با مملکت‌های اروپا، نفت و گاز و چیا که خیلی درآمدی اسعاری می آورد به روسیه. و سوم
این فروش گاز و نفت و دیگه بیاش به دولت‌های شرق با نرخی پست همه این تاثیر رسوده است که به بودجه روسیه و دیگه فوندهایی که فوندهای ذخیروی دارد کمتر مبلغ وارد شده با نظرداشت جنگ و پرداخت نمودن حق خدمت جنگاوران دیگه اون چیزهایی که پیشنهاد کردن خراجات بودجه رو زیاد کرده ایستاده است. از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین و اعلان تحریم‌های غرب علیه مسکو قرب روبل یک بار انخیل پس نشده بود. کارشناسان روز کاهش درآمد از فروش نفت، افزایش واردات، ترک روسیه کردن شرکت‌های خارجی و تحریم‌های نوبتی اروپا را از سبب‌های یکباره پس شدن قرب روبل روسی می‌دانند. در تاجیکستان هم نظرها به آینده روبل چندان خوشبینانه نیست. از نقطه نظری اقتصادی بازاری گیریم ما اینا وقتای پیش هم گفتیم که قرب ریالی روبل روسیه نسبت دلار باید تا 120 شود و همین نشان دهنده میتواند مابین نیم سال 7-8 ماه در عمل تطبیق یابد. برای همین مهاجران ما باید در خراس نباشند. این همش تاثیرهایی که نه حکومت جمهوری تاجیکستان نه بانک ملی نه ویا تاثیر رسانده نمیتونن به این جریان ها. این جریان های گلوبالی میباشند. خود روسیه به این تاثیر رسانده نمیتوند. برای مهاجران و نزدیکان آنها مهم نیست که چرا قرب روبل پس شد. اکثر آنها تنها میخواهند قرب اسعار روسیه بلندتر باشد تا مبلغی میگرفتهشان با سامانه بیشتر شود. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. و тавре аз ин огаҳӣ пай бурдед, радиои Озодӣ барномаи наверо бо номи рӯзгори муҳоҷир таҳия ва пешниҳоди бинандагон мекунад. ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа, муаллифи ин барнома, ҳоло ба суҳбат ҳамроҳ мешавад. Шаҳло, муҳтавои ин лоиҳа аз чӣ иборат аст? این برنامه خاص از حیات مهاجران و برای مهاجران است که برد و باخت روزگاری آنها را در جهان انعکاس میکند. البته طور آمارها نشان میدهند و ما و شما نیز خوب میدانیم اکثریت زادگان تاجیکستان که ریسک خود را بیرون از وطن پیدا میکنند در روسیه هستند. از طرف دیگر سالهای اخیر با در نظر داشته وضع روسیه و تا رفت مشکلتر شدن بود و باش مهاجران در آن کشور، اکثریت تلاش میکنند در کشورهای غرب و اروپا جای کار یابند و البته زندگیشان را راه اندازی نمایند. در این برنامه ما کوشش خواهیم کرد در مثال قهرمان‌های گوناگون از دولت‌های مختلف جهان با کار و حیات مهاجران، برخورد پلیس با آنها، مناسبت مردم محلی با خارجیان و دیگر پهلوی جالب روزگارشان صحبت کنیم. شاید نمونه آنها به سالهای صدها و یا هزاران نفر دیگر که پاسخش را می‌جویند و در انتخاب این یا آن دولت و راه‌های سفر به آنجا حیران ماندند کمک نماید. شهلا، قهرمان‌های روزگاری مهاجر چگونه انتخاب می‌شوند و جدول پخش این برنامه چگونه است؟ قهرمان‌های برنامه افرادی سن و سال و کسب و کار گوناگون خواهد بود که روزگار و تجربه جالب و آموزنده دارند. صحبت با آنها در شکل آزاد صورت می‌گیرد. طبق نقشه فعلا برنامه روزگاری مهاجر در 2 هفته یک مرتبه پیشنهاد بینندگان عزیزمان می‌شود، اما در آینده وابسته به موضوعهای مبرم مربوط به مهاجرت و شماره خواهشمندان شرکت در برنامه امکان زیادتر کردن نشر آن وجود دارد. با استفاده از فرصت می‌خواهم به بینندگان وفادار رادیو آزادی مراجعت کنم که اگر شما عزیزان تجربه جالب و تماشاباب از روزگارتان در کشورهای گوناگون را دارید، در یگان سهم موفق شدید و یا برعکس با مشکلات روبرو هستید که میخواهید برای ما نقل کنید، پس با رقم +420 724 056 681 در واتساپ و تلگرام فعال است برای ما نویسید.
تشکر شهلا. بینندگان ارجمند، نشر اولین برنامه روز 24 ایون در همین کانال آزادی ویدیو یوتیوب و دیگر صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. حتما آن را تماشا و در تهیه نشرهای نوی آن اشتراک کنید. برنامه را پی میگیریم. پیوندان عبدالرازق قهاروف، یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف که در پی درگیری‌های مرزی اپریل سال 2021 از جانب قرقیزستان بازداشت و زندانی شده بود، کوشش دارند بیگناهی او را اثبات کنند. پدر و همسر او ادعا دارند که دادگاه قرقیزستان حکم ناعادلانه برآورد و جانب تاجیکستان باید آن را بکار کند. مقامات تاجیکستان به این خانواده پاسخ امیدوار کننده می‌دهند، ولی عملاً حکم دادگاه قرقیزستان را اجرا می‌کنند. فرزان محمدی این قضیه را دنبال کرده است. پدر و همسر عبدالرازق قهاروف بیش از 2 سال است در مقامات دولتی تاجیکستان را می‌کوبند تا یگانه نانآور خانه و سرابان فرزندان را از زندان برآورند. عبدالرازق قهاروف را سال 2021 دادگاه قرقیزستان برای عکس گرفتن با سرحدبانان مسلح تاجیکستان به 22 سال زندان محکوم کرد. پس از 1 سالش او به تاجیکستان سپرده شد، ولی همانا در محبس ماند. من فقط گپ یکته دیده میبرویم، نقض میشد، آزاد میکنیم. لیکن قچان این کارها میشدگی باشد، ما همین انتظار. خودم مونده شدوسی هم کسال شدم. من چند بار تگی در دستگاه پرکارتورگی نلیم نچلنی ترمه خانه همه جا زیق شدن نیلی چیت کده قال دیده دیلم سخون دولینی بلاشته همه خیلی شدوسی هم. اما از جنوبی اولی خوش میکنم که همی شوهر من به وقت مثلا شد حال کنون دیده برون آزادی برورم. من جدایم مونده شدم، یک گل قصدار شده، پشت شوهرم شده. چیز چوره همو فروختم. من دخترم شوهر دادم، فاتحه شده که سنتیابر به توی گفتوسیان نمیدونم. من اکنون داداش نمیبیام نمیدونم چیزی میشد. همصحبتان ما میگویند در اصل عبدالرازق یگان گناه ندارد و طول کشیدن بررسی حکمش به سلامتی او و پیوندانش تاثیر میرساند. همسرش میگوید با معاش کمی فراشی هر ماه 400 کیلومتر را طی کرده به دیدار شوهرش میرود و برای او خوراک و داروواری میبرد. عبدالرازق قهاروف همراه اسکر یونوسوف، یک زندانی دیگر استرداد شده از قرقیزستان، در زندان یاوانند. من یک کسل شوند دورو پارو بوده میتیم، سلامتشان نقص نمیدن، دونشان پاگیز ریختگی، پوچکم در میکنن، میونم در کدوس، سرم در میکنن، میگم شکوی چی کم نیزم، من میخوای کده خودشان عذاب، من عذابنده. زندگی به نگاه میکرد، من به نگاه میکرد، فرزندش به من با راننده مرشودکی 66 بود، خدمت خلق میکرد. پیوندان عبدالرازق میگویند هرچند دادگاه عالی و دستگاه پرزیدنت چند ماه باز به مراجعه‌هایشان پاسخ نمیدهند، روز 14 ایون دادستانی کل جواب امیدوار کننده داد. در آن گفته شده است که نسبت عبدالرازق قهاروف تطبیق کردن سندهای بشردوستانه بررسی کرده می شود. این در حالی است که قرقیزستان همه محبوسان از تاجیکستان گرفته‌اش را همان وقت آزاد کرد. خانواده عبدالرازق قهاروف در جماعت خستیورز تاجیکستان هممرز با دهه بارباردوک قرقیزستان زندگی میکنند. آنها چندین سال با قید رسمی در دهه بارباردوک نیز به سر میبردند و حولی و خانه شخصی دارند. تاجیکستان و قرقیزستان در پی جنجال‌های مرزی ده‌ها شهروند یکدیگر را به گمان غیرقانونی گذشتن از سرحد یا عیبنامه‌های دیگر بازداشت کرده، دیرتر قسمی را تبادل نمودند. همین طور مناقشه مرزی به سرنوشت ده‌ها انسان تاثیر کرد. این در حالی است که درگیری‌ها به علت معین و نشانه‌گذاری نشدن سرحد سر زدند. حکومت‌های دو طرف مسئول تعیین و کشیدن خط مرزند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. برنامه امروزه در همین جا به پایان میرسد. خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیک دسترسند. اگر شما هم بیننده ارجمند شاهد خبر و حادثه شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. خدا نگهدار.